من الان یه چند دقیقه پیش یه دونه خاطره به یادم اومد. خب اینو براتون تعریف کنم. خاطره غم‌انگیزه، امیدوارم ناراحت نشید. من 3-4 سال پیش رفتم برای تست فوتبال توی تیم سایپا و خدایش خیلی بد بازی کردم، قبول نشدم. از 5 تا تست من 4 تاشو بد دادم. خب منطقی هم بود دیگه منو قبول نکنن، ولی خب باز من تسلیم نشدم. گفتم من باز تلاش میکنم. تلاش کردم 2-3 سال تلاش کردم، یعنی تقریبا همین پارسال داشتم فوتبال بازی میکردم کلا توی تیم نونهالان سایپا. چی نونهال سایپا میگم، نونهالان امیر قلعه‌نویی استادیومم بود اون موقع، یعنی همین 1-2 سال پیش. اون وقت آره من رفتم اونجا تست دادم. از 5 تا 4 تاشو خوب دادم، 3 تاشو معمولی. نه 4 تاشو خوب دادم، یکیشو معمولی. ولی خب یکی که من مثلا 3 تاشو بد داده، نه 3 تاشو خوب داده بود 2 تاشو بد، اون قبول شد. همچین باباش هم همچین پولدار نبود، ولی خب قبول شد، مثل من بود، معمولی بود باباش. اون وقت بعدش اون قبول شد، پارتی بازی هم نداشتشون، اون قبول شد. ولی خب منم منطقی بود که قبول شم دیگه، ولی خب من قبول نشدم، چون که یه پسره باباش پارتی بازی کرده بود. باباش گفته بود من انقدر به شما پول میدم پسر منو قبول کن توی تیم نونهالان بره بازی کنه. پسرش دروازه‌بانم بود. الان تقریبا داداشش، آره خودش که نه، خودش تو سایپا الان با پارتی بازی، و باباش پول داده و به جای اینکه منو قبول کنن اونو قبول کردن. شاید الان به جای اینکه من بیام برای شما ویدیوهای چرت و پرت بگیرم این شعرها، من الان داشتم توی تیم دیگه بازی میکردم. خداحافظ.